بچه های 90 بار توی یک روز جمعه آفتابی میدونین چی میچسبه؟ یه درگ نابی میچسبه که داریم با هم دیگه میریم ویدیوشو بگیریم. و حالا یه چیزی هست خیلی نابتر از این درگه هست. من عاشق ATV ام واقعا. الان یه دونه ATV جلوی ماه، نگاهش کنین. واه چقدر حال میده حاجی. ATV حاجی گو انداختتش پشت ماشین، چقدر هم نوعه. از دبای هم اومده حاجی. این چیزه مسافره. تو این ویدیو حتی داش محمد هم با همونه. یو داش محمد. آقا من امروز داشتم میومدم تورای دوج دیدم، عکسش هم گرفتم، نگاه کن. حالا برای بچه‌ها استوریش می‌کنم. آره نگاه کن، یه دوج بعد کنارش یه رم بود. برگام بود. یعنی رم بود، یه دوج رم بود، یه دوج عادی. نه یه دوج بود چارجر، یه دونه رم بود نارنجی. رم خب مال دوج. نه یه دوج بود چارجر، یه دونه رم بود نارنجی. رم خب مال دوج. شوخی نکن. حالا امروز داریم میریم یه تمرین درگ داریم میریم که تمرین درگ رو بگیریم و اینکه ببینیم تایم بچه‌ها چنده. حالا تا جای بتونم میخوام براتون یه کاری بکنم که تایما رو مثلا یه جوری بگیرم بفهمین چه ماشینی با چند اسب میتونه توی 200 متر چه تایمی رو بزنه. اینو یادم رفتتون بگم، تمرین درگ 200 متره. حالا بریم با هم دیگه توی جاده حفاق کرمان بریم و این جاده حفاق کرمان جمعه به شدت موتور سنگین بازی میکنن بچه‌ها. حالا بریم الان برسیم ببینم اگه 4 جا موتور سنگینم بود اونا رو هم براتون خف میکنم، یه ویدیویی میگیرم براتون برای بچه‌ها عشق موتوریز. حالا بریم. ما موتور سرخود داریم. تچق بزن. محمد آجی کارش این بود میرفت جلو مدرسه دخترونه تجق میزد، ولی الان دست و بالش رو بستن. آره با ماشین رفتم تکچپ. آره آجی. حالا دیگه بریم. خود وندیزل بودم. جاده رو بریم هم دیگه برسیم این تمرینه رو هم ببینیم بچه ها امروز چیکار میکنن، چه تایم هایی میخوان بزنن. کم به لوکیشن مورد نظر داریم نزدیک میشیم بچه. عکس ساخته شده و ما هم رسیدیم به مقصد. بچه ها همه اینجا شلوغ بازی کردن و اینجا نگاه کن چه خبره، نگاه کن همه آمدن اینجا گازگوز بازیه. به نظرت ما کدوم ور جامون میشه پارک کنیم بتونیم بریم؟ او اینجا رو نگاه کن، همه اینجا نگاه کن چه خبر. ال 90 هم لوازمیه؟ آره. نه بابا داره برای گفته ما میخوایم فابریک اینو ببریم رو خط، ولی اینقدر شلوغه هاش رومون نمیشه اینو فابریک ببریم رو خط بگیم سلام ما آمده ایم اینجا. همه هم شوتی همه اصول شوتی نیستن، اینا دیگه تر رو میدن بالا به خاطر آیرودینامیک بیشتره، نه به خاطر شوتی بودن بیشتر. یه زیر دوباره آقا بچه ها بذاریم ما یه جا پارک پیدا کنیم، ماشین رو پارک کنم، بعد دیگه میریم ما هم دیگه در اوج ماشین های درگ بازی بریم اونجا پش میگیم بنزه رو نگاه کنید چه لاستیکایی داره. چون یه موتور 8 سیلندر داره فکر میکنم، ولی خب فکر نکنم بیاد روی خط. بذار الان اینجا من جلوش پارک میکنم بهتون نشونش بدم. من پیاده شم الان بهتون همه رو نشون میدیم، با هم دیگه میریم بالا سرشون ببینیم چی هن اصلا. بریم لیتس گو. برو بریم. اوه بچه ها نگاه کنین این لاستیک، نگاه کن چقدر پهنه. بگاه از پشت نشون بدم. یا اوه یا اول 4 روز کاری پهن. بریم ببینیم که چه خبره، چه چیزهایی داریم اینجا. بریم برسیم به مقصد. اینجا رو نگاه کن. برو این در رو نگاه کن. از همه جا دقیقا ماشین میباره حاجی. چپ راست
این هم یه سری چیزاش نیست، یه سری چیزاش هست. بریم جلوتر ببینیم چه چیزهایی هست، چه چیزهایی نیست، چه چیزهایی خواهد بود. آفرین. آره اوه چقدر خوشگل و تمیزه واقعا، خیلی. بچه های ال90 باز اوه نگاه کن چه به موقع اومدیم آجی. ال90 کی گفت چقدر خوشگل شده بود ال90 هاشون، خدا وکیلی. نه نظر چی بود؟ واقعا من خودم خیلی علاقه داشتم به ال90. اینو نگاه کن، لوله اگزوز 200 شیشه 3 روز کاری عاطفه است آجی. نگاه چقدر گنده است. این ماشینا که این هم یکیشونه. این چیه دیگه؟ این هم یه سری چیز نیز داره مثلا بچه ها از این رد میشن گاز میدن. از این امروز من حدس میزنم شاید یه سری موتور سنگین هم بیاد. خب یه کم کم داریم به لحظات آغاز ویدیو میرسیم و تایم گیری. این از اینجا شروع بکنه، از اینجا بره بابا طرف این داره میکنه. چه خبره؟ ممنونم که یه دونه بیفیه. خب آماده میشیم. یک چیزا ایوان زد 200 شیشه. باریکلا. چه لانچ کنترلی داشت 200 شیشه. پشمام ترقه بازی میگرد. ببینیم این چیه. این 200 شیشه فکر کنم این 100 و مثلا 40-50 تا هست داره. 200 شیشه ای که الان داره میره پشت خط. تقویت درگی هم این آقای 206 زده. ببینیم این هم که چی؟ پرفیوم. به نظر شما این چه تایمی میخواد بزنه حالا؟ من تو 11 و مثلا 60 آماده دستم در کارها. آقا محمد توپلی پشمام چی رفتن. اوه پژو رو داریم. این بر چی داریم؟ ماکسیما رو داریم. عادی بوجوباری به نداخت. چه خبره؟ چه اتفاقی قرار بود؟ نیا کن این بعد تنظیم بشه با اون که اون دوتا نقطه بالایی رو میبینی؟ اون باید سفید بشه که یعنی چی؟ یعنی تاییدیه کامل شما در بهترین حالت هستی برای استارت. پشمام اینجا خط لاستیکه رو نگاه کنید. اون دیده میشه. ماکسیما رو این 200 متر چند میزنه؟ چه ریاکتایی دارن میزنن؟ برگام این 450 بچه 135 تا حسبه. حالا میخوایم ببینیم یه دونه 450 130 حسبی 200 متر رو تو چه زمانی میزنه به نظرتون؟ حالا چند دقیقه که نمیشه. حالا بذاریم این مرکیه این مرم که یه اسلیگ هم داره حتی.
نخورد 12 این یه دونه تیوفاک 190 هستیه که قرار رو شما ببینیم که 200 متر رو تو چقدر میزنه 190 هست بچه ها بریم اصلا 11 اون داره همجور میره یه ذره به مشکل خورد 206 دنده دوش درست جا نرفت که بتونه بهترین تایم یه ذره با دلیل یعنی 11 ثانیه رو با یه ذره بدشانسی زد میشه بگی ولی خوب بود خدایی ولی میتونست بهترم بزن 190 هست بود آخه هولی مولی یعنی چی اومده اینجا این ماشین هست واسه بنیامین آقای توشه خیلی شبیه بنیامین واقعا خیلی اصلا خود بنیامین قشنگ یعنی میرم الان میگی خفتش میکنم آقا بنیامین اینجا چیکار میکنی تغییر چهره دادی ولو عرض لاستیک عقبو نگاه کن به خدا تچخ میزنن الان نگاهش کن بچه ما یه بار باش گلگل کردیم با امیر عباس خدایی تایم خوبی زد ای برو چه تایمی زد برگام باریکلا واقعا باریکلا خیلی شلوغ شده بچه اصلا اونجوری که قرار بود مثلا بپرم وسط براتون ویدیو بگیرم نشده ولی خب تمام تلاشمو دارم میکنم دیگه اصلا همینجور دارم میرن بچه هایی برابر هیچکی براش مهم نیست ولی خب الان فکر کنم یه سورن توربو داریم اینجا که فکر کنم یه ذره توربوش قوی‌تر شده این ور چی داریم؟ یه دونه 206 سفید که نمیدونم چی داره ولی اتمسفر سورن همون سمند ولی با تغییرات جزئی بیشتر آماده ببینید رندش نرفت خوب زد بازم ولی خب میتونست بهتر از این هم بزنه فکر میکنم این یه دونه پرایده ولی خب سمن به نظرم لذات‌تر میتونه باشه با این اتاق سنگینش این قراره چه تایمی بزنه رفتیم پایین بچه ها ببخشید ولی خب تایمو داریم الان 12 سنگینه واقعا این قرار پاره کنه بچه واسه اینکه ببینیم چیکار میخواد بکنه وای چه تایمی زد برگام چه ریاکتی چه تایمی واقعا پشمام آقا میلا داره گرم آقا میلا آماده است دو تا چراغ هم که روشنه یازده خوب زده ایران چرا اصلا
اصلا یه جایی فکر کرد از مدرسه دخترانه داره رد میشه و کتاف میزد دیگه، دنده نداد فقط کتاف خورد ماشین. بچه‌ها یه چیز اتفاق خیلی جالب افتاد وسط تمرین. فکر کن ما از طریق همه چیها خب چی داشتیم، یعنی مجوز داشتن آقا محسن اینا همه چی، و حالا اومدن آقای برادران نیروی انتظامی ازشون فیلم میگیرن که چی؟ ماشینا رو توقیف کنن. عالی شد، واقعا عالی شد. مرسی واقعا. یعنی یه دونه هماهنگی این نیروها با هم ندارن. فکر کنم مثلا مجوز دارن از طرف کمیته هیئت اتومبیلرانی، از طرف راهنما رانندگی، و حالا میگن چی شما باید نیرو انتظامی هم مجوز میگرفتی. What the fuck؟ مگه شما اصلا خودتون با هم هماهنگ نیستین چجوری؟ و مسابقه کنسل شد، تمرین کنسل شد الان. و تو دیدین که دارن فیلم میگیرن که ماشینا رو بخوابونن. ممنونم واقعا. یه پیست درست که نداریم برای تمرین. خب یعنی اصلا اینجا رو مثلا اومدن در اختیار بچه‌ها گذاشتین فقط بیان یه تمرین رو ریز کنن، و حالا یه تمرینی که کاملا با مجوزم هستن هم بهش گیر میدن. خیلی شهر عجیبیه واقعا. بچه‌ها دارن میرن دیگه، همه دارن میرن. کاشکی ولی بچه‌ها دیگه گاز نمیدارن برن. واقعا نمیدونم چرا اینجوریه. خیلی واقعا آدم ناراحت میشه. الان مثلا یه سری بچه‌ها مطمئنم یه سری جرایم سنگینی براشون میبرن. واقعا یه ذره رسیدگی بیشتری داشتیم به این مسئله، و حتی توی کرمان به این بزرگی و این همه عشق ماشین داریم یه دو تا پیست درست داشتیم که دیگه مثلا اینجوری نباشه که مثلا بیان شما بگی مجوز نداریم. خیلی عالیه. مرسی که واقعا بودین بچه‌ها تا الان. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. یادتون نره کانال رو ساب کنین، و دیگه امیدوارم دفعه بعد بتونیم توی پیست خیلی خوب و بدون این مشکل بتونیم بیایم ویدیو بگیریم، که قرار نباشه که با هماهنگ شده بیایم و هماهنگ شده هم بیان بگیرن. نمونه عالی.